کرمانشاه شهری کردنشینه، تاریخ و قدمتی قبل از اسلامه. 67 سال پیش وی شهری که شیرین و فرهاد معروفه بنده تو و دنیا واکن. و ملالی که ایمه پدر پیشه بیرون وگرد بوگم شام بازار های وگرد تق مس آشنایی کامل پیدا کردم و علاقه پیدا کردم. نو باو کمیش ماشاءالله است. او تاریخه که پان آمد دکان به عنوان کار 6 سال گذری. نوام پرویزه شغلم مسکری و سفیدگری مثل. بیش از 100 ساله دوی دکانه های کار مسکری بیو هست. الان ایما نسل چهارم مانه نوی دکانه دیری مسکری. متاسفانه این مدتی مردم و مس جدا بید. اما بعد از سالیان درس خوانین و دانشگاه و دکتریل تشخیص دادن که مس خوی درمانه و قلزوف پا خاصیتی هست تا مو سر. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلام. سلام. اینم درست کنم چشم. آره. این 30 تومن اجرتش میشه. کمتر اگه میشه برام کمتر. قابل نداره. ممنون. دست شما باشه چشم. خیلی ممنون. بعد که حاضر میشه؟ یکی 2 ساعت بیاین براش میام خدمت. باشه دست شما. به سلامت. 50 سال پیش مردم کلاً لوازم خانگیان و مسبی حتی خانمیل چیان حمام سینی و تاس مس وگره خویان بردیان حمام. حتی یه چیزی بی به نام کردی قومان ایشن شروه ولی فارسی ایشن دلوچه یا مسیبی حتی وگرد او شروه مسی او کردیان بانه سر گوش خویان.
نه ولش کن آقا، ولش کن. تاریخ تاقوستان تاریخ کرماشاست و نشانگانشی تاجگذاری خسرو پرویز و اردشیره. زمان خسرو پرویز و ایره گراز شکار کردیه که الان نقش هم گرازه و خسرو پرویز و یانه در پاچه تاقوستان هست. تاقوستان اره ایمه که کار هنری و مس انجام دهیم جوری یک کتاب مینید. استاکاریل قدیم که داشتیم نان پیچه او موقع تاقوستان خیلی و کرماشا دور بی فاصله داشت. نان پیچه آوردیان و گرده مس او نقش و نگار قی تاقوستان و نو سینی مس نقش کردیان یا و دور کاسه مس نقش کردیان که الهانیش دانه دانه ولیان پیدا بود که هن زمان قاجاره. این بازاره قدمتی زیاده. قبلا کلن این بازاره کار سنتی بی، کار دستی بی، چه و زینسازی، چه و شلاق سازی، چه و کلاشیل زیرگامیشی و هر بازارگیش مختص کار خوی بی، تیکه تیکه بی. مثلا بازار ایمه معروفی و بازار مسکریل، خوارتری معروفی و بازار زرگریل، یه بازارتری معروفی و بازار نامبرنجی پزیل. کارمز و کارمز خلاصه نیو، کار قلمزنی هست، کار انگشترسازی سنتی هست و کار دست که الان بازار مهاجیت هست، کار چلسازی هست، چند کار سنتی منیه با کرماشا. سلام علیکم. خسته نباشی. به 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 به. کار دست درست. خدا بازار بده انشالله. یه سفارش کمونه؟ یه سفارش تاقوستان داره. تاقوستان دست در نکی. از الان هر نوع ایرادی، تغییری، تحولی توی الان بیش دارد انجام. البته که کار سرکار ایراد نیری، خیلی قشنگ. یه تاقوستان، یه شکارگاه، یه بیستون. یه شکارگاه و اویشه بیستون. بیستون هجیری. دست در نکی. درسته بندش عمری قدیم چیه بالاخره؟ بله بله سرکار استادی میگه. خواهشم. کارت عالیه، خوبه. کار کریم انجام داده خیلی قشنگه. یه خورده بیشتر و بانی صورتی را کار بکن. حتما بانچو. ممنونم. چشم. خیلی و مشتری تیران دکان خیلی علاقمندن که ایمه این نقش تاقوستان و نقش تاریخی این گراز و شکار و شکارگاه خسرو پرویزه اریان و نو سینی یا خویان چشتیل تیرن یادگار پدر یا نه ایمه نقش ایله اریان بکن.
سلام. سلام علیکم. خوبی؟ خسته نباشی. رحمت الله. یا الله. چه خبر حالش باشم؟ باشه؟ خوبی؟ آیدولا انگشتری حاضر شده سفارش دادی؟ خدمت عرض بکنم اری آماده است. یه تستی بکن خوبه. اگه خوبه که انشالله مبارکت بود. اگر قربان دست. مشکلیش هست تا قایم خدمتت. خیلی ممنون. دست در نکی. خواهش کنم مبارک قربان انشالله. دست. موردش کتایی زبانه. دا بدون مردی ارزش نره. واز کارباری و چطوره؟ خوب است؟ خوبه الهی شو. بد نیه. جو قبلا مشتری دارین یا نه؟ خوبه علی بد نیه. الهی شو. خب، کاسبی هست. سفارشگی خودی سینیه که نقش تاقوستان وقتی بکده ناوی اوش صبح حاضره. صبح راتیم. چشم مزاحم قربان دست خیلی ممنون. امری فرمایشی. ممنون دست در نکی. خیلی خدا ممنون. نگهدار. با اجازه. سلام رسن. خدا. خدا. تکیه معاون الملک یکی و جایی دیگه که بنده فره هم علاقه و پیدیرم هم فره سردم چون و ملالی ایمه هیئت امام حسین کلان چه ما او را سینه زنی کردیم. صد و 20 سال قبل شخصی به نام حسین خان ای تکیه اری عزاداری امام حسین بنای نیا او زمانه که ای تکیه برقرار بی اگر دو طایفه شر بکردیان و شهره شخص گوره و نو تکیه دو طرفین دعوت کردیا و یانه دستیان خسیاد ملیک سر کردیان زوخه ما وقتی ولتوخان تیم تق تق مسک تمام بو تیم گرد ملالگان قصه کمویانه و علاقه زیادی و چهچه بلبل دیرم و قور کفتر و گرد آوانه خون سرگرم کنم
عافیه. حالا ویسته بعدم بیا.